سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام تمام سوالاتون راجع به برنامه‌نویسی جواب بدم. ویدیویی که خیلی وقت قولش دادم ولی خب متأسفانه هیچ وقت درست نکردم. توی اینستاگرام ازتون سوال پرسیدم و کلی سوال پرسیدین، خیلی زیاد بود و من مجبور شدم تمام سوالا رو بخونم، دسته‌بندی کردم. سوال‌هایی که خیلی جامع بودن و خیلی تکرار شده بودن رو جواب میدم. اگه می‌بینید سوالتون جواب داده نشده تو این ویدیو، اینو بدونید که یا من ازش اطلاعی ندارم، یعنی تو زمینه من سررشته ندارم، یا اینکه سوالتون خیلی تخصصی بوده، یا اینکه اصلا کلا بی ربط بوده. بریم که این ویدیو رو شروع کنیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. تو این ویدیو من اول میام سوالایی که راجع به خودم پرسیدین رو جواب میدم که چه برنامه‌نویسی انجام میدم، کلا داستان برنامه‌نویسی من چی بود و بعد بقیه سوالا رو جواب میدم. خب من توی ایران آیتی خوندم، یعنی لیسانسم و مهندسی فناوری اطلاعات دقیقاً خوندم و اونجا من یکم برنامه‌نویسی یاد گرفتم. البته اینو بهتون بگم که حالا من چون میدونم که خیلیاتون فکر می‌کنید وای من چه برنامه‌نویس خفنی ام اینا و خیلی هم تازه میخوام برنامه‌نویسی شروع کنن، اینو بگم که من 2 بار اول کار برنامه‌نویسیمو افتادم. یه بار من توی رشته دیگه، من اول رشته برق خوندم یه ترم و برنامه‌نویسیمو اصلا ترم اول افتادم و بعدش اومدم آیتی و باز اونجا توی آیتی برنامه‌نویسی و قشنگ 9 شدم، 9.9 هم چیزی بهم نمره دادن. دلیلش این بود که من اصلا برنامه‌نویسی انجام نمیدادم، یعنی فقط اون درس‌ها استاد درس میداد، من تمرین اصلا نمی‌کردم و بعد خب میافتادم، اصلا بلد نبودم. ولی خب یه بار امتحان کردم، یعنی ترم بعد که باز مجبور شدیم درس رو برداریم امتحانش کردم و ازش خوشم اومد واقعا. یعنی تمرین کردم، تمرینایی که میدادن من واقعا انجام دادم و دیدم خیلی چیز جالبیه و مثلا کارهای باحالی میشه باش کرد و این شد که اصلا من نمرات بعد خوب گرفتم توی برنامه‌نویسی و کم کم بهش علاقه پیدا کردم. گفتم اینا بگم که بدونین که من 2 بار برنامه‌نویسی افتادم. اول دلیلش هم این بود که کار نمی‌کردم و علاقه نداشتم بهش. بعد از اون من کم کم شروع کردم سایت درست کردن یا اپلیکیشن کوچیک درست کردن. مثلا ما سی شارپ یاد گرفته بودیم و من یه نرم افزار کوچیک برای ویندوز درست کردم که مدیکال بود. حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم ولی خب یه نرم افزار خیلی باحال کوچیک درست کردم که به مریض‌ها کمک می‌کرد، برای خودم درست کردم و چیز جالبی بود. مثلا چیز پروژه اینجوری کوچیک انجام دادم و خب توی پروسه خیلی یاد می‌گرفتم و بعد شروع کردم برای خودم وقتی که وب دیزاین یاد گرفتم شروع کردم یکم وبسایت درست کردم برای خودم. یه دونه وبسایت درست کردم و همون رو هی بهترش کردم که این باز خیلی من کمک کرد و من خیلی یاد گرفتم. بعد از اون رفتم وارد CMS شدم و دیدم چقدر CMS راحت‌تر از کد نویسیه و راحت میتونی توی 5 دقیقه وبسایت رو بسازی و وارد CMS شدم و دیگه یکم زدم تو کار رو، چند تا پروژه گرفتم برای چند تا شرکت، سایت درست کردم، یکم پول درآوردم از این طریق و دیگه توی همون CMS موندم. CMS هم که می‌خوایم بدونید چی کار کردم، من دروپال کار کردم، دروپال 7 و هیچی دیگه من تمرکزم شد دروپال و فقط دروپال کار می‌کردم، دیگه برنامه‌نویسی تقریبا صفر. و بعد از اون اومدم آلمان دنبال کار گشتم و دیدم مثلا کار برای دروپال اصلا گیر نمیاد، کار مثلا خیلی تک و توک گیر میومد ولی بعد دروپال کار خیلی حرفه‌ای می بودی و به اون صورتی که ما تو ایران مثلا برای ما اینجوری بود که فقط یه ماژول نصب کن، شرکتایی هم که میرفتن همین کارو می‌کردن، فقط یه ماژول آماده نصب کن، یه کاری کن، مثلا تا جایی که میشه سعی می‌کردن برنامه‌نویسی نکنن. ولی اینجا شرکت‌ها همش دنبال برنامه‌نویسی بودن که ماژول بنویسی خودت، نمیدونم کار خفن بکنی. خلاصه اینکه من اصلا بلد نبودم و دیدم خیلی سطح من پایین‌تر از اون چیزیه که مثلا بخوام کار بگیرم و بازار کارش هم خیلی کم بود دروپال. و این شد که من گفتم بعد من یه چیزی یاد بگیرم که بتونم کار کنم و شروع کردم به تمرین کردن که من برنامه‌نویسی یاد بگیرم. خیلی دو دل بودم نمی‌دونستم چی یاد بگیرم، کلی طول کشید. خلاصه دقیقاً اینم سوال شما بود که چی شد که من وارد سویفت شدم. راستش دقیقاً یادم نیست ولی من خیلی تحقیق کردم و دلم خواست چیز باحال انجام بدم و اپ چیزی بود که من تا حالا انجام نداده بودم، برای همین وارد اپلیکیشن شدم و با سویفت شروع کردم چون من خودم آیفون داشتم و گفتم خب برای آیفون اپ درست میکنم و دیگه یه مکبوک خریدم و شروع کردم به کار کردن سویفت. یه دونه کورس آنلاین خریدم 25 یورو نمیدونم چقدر آف خورده بود، کورس آنلاین گرفتم و اون دیگه خیلی به من کمک کرد و منم واقعا دیگه شب و روز کار میکردم، تمرین میکردم که برنامه‌نویسیم خوب شه چون می‌خواستم کار بگیرم، دیگه جدی چسبیدم بهش و چند ماه حسابی تمرین کردم و دیگه برنامه‌نویسیم خوب شد. چند تا اپلیکیشن کوچیک درست کردم و کار گرفتم. خب یکم سریعتر بریم جلو چون داستان من خیلی طولانی میشه. گذشت و خلاصه من
اندروید هم یاد گرفتم با کوتلین و جاوا و بعدم ریاکت شروع کردم یاد گرفتن و الان توی شرکتی که هستم دارم ریاکت کار میکنم، ریاکت جی اس. الان همینه دیگه، یعنی من الان دارم توی این شرکت هم ریاکت جی اس کار میکنم، هم قراره 2 تا اپلیکیشن دارن، من قراره چند وقت دیگه روشون کار کنم. خلاصه اینکه اپلیکیشنام جفتشون نیتیوه، یعنی یکیش با جاوا نوشته شده، یکیش با سویفت. خلاصه اینکه این الان پوزیشن منه. خب حالا بریم سراغ سوالای شما. من اومدم سوالا رو نوشتم، دسته‌بندی کردم همونطوری که گفتم و سوالایی که خیلی حالا تخصصی بودن و آخر کار اگه که وقت اضافه آوردیم و ویدیو خیلی طولانی نشد جواب میدم. اگه که نه، همین سوالایی که حالا جنرال بود و خیلی پرسیده بودن رو جواب میدیم. کدوم زبان بازار کارش بهتره؟ ببینید این جدولی که میبینید الان زبان‌های پر طرفدار یا مثلا زبانایی که خیلی دنبالشن به اصطلاح و میبینین که پایتون اوله. راستش من خودم فکر نمی‌کردم پایتون اول باشه و جاوا دومه، ولی جاوا الان داره افت میکنه و به نظرم الان شما سمت جاوا نمیخواد بری، چون مثلا کوتلین داره جاوا رو تقریبا جایگزین میکنه، داره میاد جای جاوا. پس اول پایتونه، ولی پایتون حتما خیلی طرفدار داره و خیلی الان استقبال میشه ازش. بعدش من جاوا اسکریپت رو پیشنهاد میکنم. حالا شما اگه میخواین وب کار کنین جاوا اسکریپت میتونین کار کنین، حتی با جاوا اسکریپت میتونین خب اپ هم بنویسین که باز خیلی مزیت خوبیه که اگه شما یاد بگیرین و اینکه اگه شما جاوا اسکریپت یاد بگیرین حتما براتون کار هست. پایتون هم باز به همین شد، ولی خب من خودم توی اون زمینه کار نمیکنم که دقیق بهتون بگم. و بعد میبینین که زبان‌های دیگه اینجوریه، اکثرا خب وب بیسد هستن که معلومه وبسایت بیشتر از اپلیکیشن هست و تقریبا هر شرکتی یه وبسایت میخواد، برای همین خب این زبون‌ها هم پرطرفدارترن، بالاترن. و این پایین میبینین که سویفت و کوتلین و ابجکتیو سی هستن که حالا سویفت یعنی ابجکتیو سی دیگه به نظرم شروع نکنین یاد گرفتن اگه میخواین الان یاد بگیرین، ولی سویفت و کوتلین اگه میخواین سمت اپ برین 2 تا زبان خوب هستن که میتونین استفاده کنین. همین دیگه، این الان زبوناییه که الان خیلی پرترنده و خیلی دنبالشن. چجوری شروع کنیم؟ چجوری انگیزه داشته باشیم؟ توصیه من اینه که شما از یه چیز خیلی کوچیک شروع کنین، مثلا یه پروژه کوچیک بردارین برای خودتون. من کاری که کردم بهتون گفتم، من کاری کردم این بود که برای خودم اینو سایت درست کردم و بعد اینو بهش ویژگی‌های دیگه اضافه کردم. هر چیزی که باشه شما یه چیز کوچیکو بردارین، باهاش شروع کنین، تمرین کنین و بعد بهش چیز اضافه کنین. ایده‌های جدید براتون میاد و خودتون تو پیاده کنین و اینجوری میتونین رشد کنین. ولی اگه بشه قول نمیدم، اگه بشه یه ویدیو درست میکنم که کلا از صفر برنامه‌نویسی رو یاد بدم. قول نمیدم. برنامه‌نویسی یاد بدم برای کسایی که اصلا بلد نیستن و تازه میخوان شروع کنن، که بهشون قشنگ بگم که از کجا شروع کنین و چجوری میتونین ادامه بدین. چه چیزهای مهمه یاد بگیریم که کار بگیریم. چیزایی که خیلی تو بورسه، این مبحثایی که میگم دیگه خودتون برین سرچ کنین، من نمیتونم واردش بشم. اجایل، رست، گیت، زبانتون که زبان باید خیلی عالی باشه، یعنی حالا انگلیسی، آلمانی، هر کدوم که هست. اگه آلمان میاین آلمانی. پترن ها مثل MVC یا MVVC، کلین کد، تست دریون دیولپمنت یا TDD. سوال بعدی فرانت اند یا بک اند، کدومو کار کنیم؟ باز بستگی به خودتون داره کدوم بیشتر علاقه دارین کار کنین. برای جفتش بازار کار، یعنی کار هست برای جفتش، ولی خب اگه جفتش هم یاد بگیرین خوبه، یعنی هر دوشو بتونین انجام بدین، خب شانس کار گرفتنتون بیشتر میشه، میشین فول استک دیولپر. آیا فقط باید برای شرکت کار کرد یا میشه در کنارش پروژه گرفت؟ بستگی به نوع ویزاتون داره. اگه ویزا دانشجویی داشته باشین فقط برای یه شرکت میتونین کار کنین، ولی اگه که مثلا بلو کارت داشته باشین میتونین طبق شرایط خاصی اجازه به اول از دولت بگیرین، بعد میتونین در کنارش کار کنین و اینکه ساعت کاریتون نباید بیش از 2 ساعت در روز باشه. یعنی چون قانون آلمانه که 10 ساعت بیشتر در روز کار نکنی. اطلاعات بیشتر میتونین توی این ویدیو ببینین. این قانون هست که 2 ساعت بیشتر در روز اجازه نداری کار کنی. در ضمن هم که گفتم برای فقط بلو کارت نیست، ویزای دیگه هم که داشته باشین، ویزای کار یا اگه که اقامت دائم داشته باشین که دیگه خیلی بهتره. کلا ویزای دیگه یعنی دانشجویی نمیشه، بقیه ویزا طبق شرط خاصی میشه. توی شرکت چجوری کار میکنین؟ گروهی یا تکی؟ و اگر نتونی باگ رو برطرف کنی برات بد نمیشه. توی شرکت‌ها اکثرا گروهی کار میکنن، ولی من تجربه داشتم که تکی کار کنم، چون توی مثلا شرکتی بودم که طراحی وبسایت انجام میدادم و من اپ دیولپر بودم و من اونجا تنها بودم
ولی خب در کل چیز بدی نیست و ممکنه روی باگ گیر کنی و حتی بعضی که سینیورن توی رشته‌های دیگه، سینیور یعنی کسی که خیلی متخصصه یا خیلی تجربه داره، توی زمینه‌های دیگه بودن، اونا مثلا اگه که یه باگی بود که مثلا خیلی عجیب غریب بود میومدن مثلا کمک میکردن، چون همین صحبت هم که بکنی یا اونا یه پیشنهادایی میدادن که شاید مثلا کمک کنه که اون باگو برطرف کنی. در کل اینجوری نیست که فکر کنی مثلا ولت میکنن تنها میگن خود برو هر کار، فقط خود اون کار انجام بده، و اگه تو تیم باشی حتما بقیه تیم کمکت میکنن. و اینکه اگه باگ نتونی برطرف کنی، خب اگه خیلی همیشه این اتفاق بیفته و هی نتونی باگو برطرف کنی، خب یکم بد میشه دیگه. خب بچه حالا که وسط ویدیو هستیم، یک قسمت برنامه‌نویسی من خب نشون بدم. سابسکرایب و لایک یادتون نره. بریم که ادامه بدیم. حداقل درآمد برنامه‌نویسی چقدره؟ درآمدا رو توی یه ویدیو من کامل توضیح دادم. این ویدیو میتونین خودتون چک کنین دقیقاً برای نسبت به خودتون ببینید که چقدر درآمدتون خواهد بود اگه که بیان آلمان. خیلی راف استیمیشن بخوام بگم، حدوداً از 30,000 تا 35,000 شروع میشه، یعنی کمش و میره تا بالا، یعنی بالا شاید بگم تا 120,000 میتونه بره. ولی خب 120,000 باید دیگه خیلی هم خودتون آدم خیلی خفنی باشین، هم زبانی که کار میکنین خیلی خفن باشه، همین که نمیدونم گفتم تجربه خیلی داشته باشین، و همین که اون شرکت دیگه خودش بخواد که اینقدر پول بده. یعنی میشه که تا 100 خورده پول گرفت. ولی خب این پولایی که میگم 30,000 تا یا 100,000 در سال اینجا حقوق میگن، و اینکه قبل از مالیات، یعنی مثلا من میگم 30,000 تا، شما بعد حدود 40% ازش کم کنی، بعد ببینید چقدر برات ماهیانه میمونه. یعنی در واقع سالیانه بعد تقسیم بر 12 کنی که بشه ماهیانه. ولی خب حالا که بخوام یه کوچولو باز اطلاعات بیشتر بدم، یه جدولی اینه. این جدولی که ببینید من تقریبا رنج حقوقا رو گفتم، میتونین خودتون یه مقایسه بکنین. اوکی، بریم بعدی. اپلیکیشن دیولپمنت بهتره یا وب دیولپمنت؟ اینم باز بستگی به خودتون داره، شما کدوم بیشتر علاقه دارین. در کل اگه بخوام بهتون بگم، اپ دیولپمنت حقوقش یه کوچولو بیشتر از وب دیولپمنته، ولی مشکلی که داره اینه که برای اپ خیلی کم، یعنی حالا خیلی نه ولی خب کمتر کار هست نسبت به وب، چون همونطور که گفتم برای وبسایت تقریبا هر شرکتی یه وبسایت لازم داره، ولی هر شرکتی یه اپلیکیشن لازم نداره. پس موقعیت‌های اپلیکیشن کمتر از وبسایت هست. نمونه کار فریلنسری رو قبول میکنن یا باید شرکتی باشه؟ ببینید، فریلنسر بودن هم یه مزیت داره هم یه بدی داره. مزیتش اینه که یعنی شما فریلنسر بودی و تنها بودی و تمام بار روی دوش خودت بوده. این یعنی اینکه شما تونستی خیلی کار انجام بدی تنهایی و خیلی چیز یاد گرفتی. ولی بدیش اینه که تنها بودی و توی تیم کار نکردی و قابلیت‌های تیم ورکت قوی نشده به اندازه کافی. پس یعنی بهتره که، یعنی خوبه که فریلنسر باشین، ولی بهتره که توی رزومتون سابقه کار شرکتی هم داشته باشین که توی تیم کار کردین. اگه تجربه کاری کمی داشته باشیم یا اصلا نداشته باشیم، آیا قبولمون میکنن که بریم اونجا کار کنیم؟ ببینین، اینجا رقابت خیلی بالاست. حالا آلمان، تمام کشورهایی که کلا مهاجر پذیرن، رقابت خیلی بالاست. اینجوری نیست که شما فرض کنید فقط از ایران داره میاد اینجا، از تمام کشورها میان و شما باید واقعا تو کارتون خوب باشین، باید حرفه‌ای باشین تا بتونین کار بگیرین. این که فکر کنین که حالا مثلا یکم ساده بگیرین اینا نیست. واقعا بذارین که نه، اگه میخواین کار خوب بگیرین، درآمد خوب داشته باشین، باید واقعا براش تلاش کنین، چون رقابت بالاست. زبانتون بهتر کنین، نمیدونم قابلیت برنامه‌نویسیتون بهتر کنین، اگه کار دیگه هست اون قابلیت‌ها رو بهتر کنین. خلاص اینکه ساده نگیرینش، ولی برای دانشجوها آسان‌تره معمولا. یعنی حالا دانشجو ممکنه حالا خیلی زیاد بلد نباشه و بره سر کار و قبولش کنن، چون دانشجو هم بالاخره ازش زیاد انتظار ندارن، بهش حقوق زیادم نمیدن، حقوقش کمه و اگه که خوب کار کنه و خوب یاد بگیره توی طول دانشجوییش، بعدم جذبش میکنن. پس اگه که میخواین برای کار فول تایم اقدام کنین، فکر میکنم یکم سخت باشه که هیچی بلد نباشین یا کم بلد باشین و بخواین کار بگیرین. چجوری میشه از ایران برای شرکت‌های خارجی کار کرد؟ تا جایی که من میدونم الان ممکن نیست به خاطر تحریما، چون اونا بتونن به شما پول پرداخت کنن
و اینکه شاید بخوان تحریما رو دور بزنن و به شما یواشکی پول بدن، ولی اکثر شرکت‌ها زیر بار این قضیه نمیرن. چرا؟ چون که یه مزیتی که حالا مزیت که نمیشه گفت، ولی خب سودی که اونا از این کار میبرن که به کارمنداشون حقوق بدن اینه که اون پولو از مالیاتشون کم میکنن و در نهایت کمتر مالیات میدن. و وقتی که شما مثلا من بیام فرض کنیم من یه شرکت دارم 100,000 یورو امسال کار کرده شرکت و من بخوام یواشکی 10,000 یوروشو بدم به یه نفر دیگه که شما باشین و هیچ جا اینو ثبت نکنم، این یعنی که من باید اون 100,000 یورویی که درآمد داشتم ازش 40% مالیات کم کنم، مثلا 40% میگم، حالا دقیق حساب نمی‌کنم، ولی خب بعد اون 40% مالیات از کل این 100,000 یورو کم کنم، در حالی که اگه من 10,000 یورو رو قانونا به کسی به عنوان حقوق بدم، بعد میگم این خرج و مخارج شرکت بوده، اول از اون 100,000 یورو این پولا کم میشه، بعد 90,000 یورو بقیه‌اش من 40% ازش کم میکنم که کمتر من در واقع مالیات میدم. برای همین صرفاً اینکه حالا شما مثلا نیروی انسانی ارزون تری باشی نسبت به اینکه تو آلمان کار کنی دلیل قانع کننده برای شرکت‌ها نیست که بخوام باتون همکاری کنن. میگم شاید بعضی این کارو بکنن، ولی خب کلا یکم سخته، یعنی ریسکه بخوای کار غیر قانونی انجام بدی. چقدر باید نسبت به ایران حرفه‌ای‌تر باشیم تا بتونیم کار کنیم؟ راستشو بخواید یکی بچه‌ها از ایران اومده بود و چند سال اونجا تجربه برنامه‌نویسی داشت، یعنی فکر کنم 4-5 سال برنامه‌نویس بود ایران، در واقع میشه گفت سینیور هست و ایشون که اومده بود توی شرکت با ما کار میکرد میگفت که خیلی سطح پایین‌تر از ایرانه. خواستم اینو بگم که فکر نکنید حالا نترسین بگین که حالا خیلی خفنن، ولی خب راستشو بخواید شرکتی هم که ما بودیم زیاد خفن نبود، یعنی سطحمون خیلی بالا نبود تو اون شرکتی که بودیم و شرکت گنده‌ای بود، ولی برنامه‌نویسیشون خیلی مثلا خیلی خوب نبود. ولی بعضی شرکت‌ها هستن که خیلی خفنن و خیلی میخوان همه چی دقیقاً اونجوری که مثلا چه می‌دونم همه چی پرفکت باشه، تمام آرکیتکچر رو چه می‌دونم تست دریون رو همه چی میخوان پرفکت انجام بدن و شرکت‌ها اینجوری هستن که خب کار کردن توشون سخت‌تره. به نظرم بیشتر نسبتیه که شما تو ایران چیکار کردی، در چه سطحی کار کردی. مثلا من تو ایران فقط اومدم CMS کار کردم و وقتی اومدم اینجا برام همه چی سخت‌تر بود، چون اینجا همه خواستن برنامه‌نویسی با انجام بدن و CMS چیز خیلی ساده‌تری بود. سطح آموزش چطوره؟ آیا درس‌ها سخته یا آسونه؟ راستش بخواید نمیخوام بترسونمتون و ناامیدتون کنم، به نظر من سطح درس‌ها سخت‌تر بود، مخصوصا سوالی که برای برنامه‌نویسی اینا بود. چون مثلا ما تو ایران مثلا میگن یه برنامه بنویسین که چه میدونم ستاره ها رو به صورت اینجوری چاپ میکنن، از این برنامه‌نویسی خیلی ساده. و وقتی که اومدم اینجا یهو مثلا سوالایی میدادن تمرین هر هفته، اولندش هر هفته تمرین میدادن و هر سوال 3-4 بخش داشت که هر بخشش باید مثلا یه برنامه‌نویسی می‌کردی، یه کد خفنی می‌نوشتی که حداقل کدش مثلا انقدر جا می‌گرفت. یعنی اونجوری که مثلا تو ایران مثلا یه فور لوپ می‌نوشتی و یه کد ساده می‌نوشتی برای تمرینا کافی نبود. این سوالی بود که خیلی پرسیده شده بود: آیا برنامه‌نویس باید حتما رشته تحصیلیش کامپیوتر باشه یا مثلا میشه یه رشته دیگه داشته باشیم و رزومه کارمون خوب باشه و اون کارو بگیریم؟ رشته چقدر توی حقوق تاثیر داره؟ ببینید هم چیزی امکان پذیر هست که شما رزومه خوبی داشته باشی توی برنامه‌نویسی برای مثال، ولی رشته چیز دیگه باشه و بیا اینجا سخت‌تر قاعدتاً میشه. خب بعضی شرکت‌ها دوست ندارن و اکثر شرکت‌ها می‌نویسن که مثلا به عنوان ریکوایرمنت می‌نویسن که رشته چه می‌دونم کامپیوتر چیز مرتبط خونده باشی، ولی خب امکانش هست که کار بگیری. دقیقاً شرکت اولی که من اینجا توی آلمان کار کردم، یکی از برنامه‌نویسای کنارم بود، قبل خودش برام تعریف کرد که قبلا نقاش ساختمون بوده و از این کارش زیاد خب راضی نبود و شروع کرده خودش برنامه‌نویسی یاد گرفتن، کلی برنامه‌نویسی یاد گرفت و اومده بود تو این شرکت استخدام شده بود. یعنی همین چیزی امکان پذیر هست و حتی من تحقیق کردم، حتی سفارت هم با این قضیه اوکیه. تنها مشکلی که سفارت ممکنه، تنها چیزی که شاید سفارت گیر بده مدرک تحصیلیتون هست که اون مدرکی که دارین باید از یه دانشگاه معتبر باشه، چون مدارکتون باید قابل تایید آلمان باشه و اگه مدرک مثلا حالا چه مکانیک فرض کنیم، لیسانس مکانیک دارین یا هر چی، اگه که اون مدرک از یه دانشگاه معتبر باشه و سفارت اون رو قبول کنه هیچ مشکل نداره. شما وقتی که قرارداد بگیری از شرکت میتونی بیای. خلاص اینکه شدنی هست، ولی خب شاید خیلی سخت‌تر باشه.
برعکس این قضیه یه نفر بود که چند وقت پیش برای شرکت ما اپلای کرد که 3 ماه فقط فشرده برنامه‌نویسی یاد گرفته بود، رشته‌ش هم اصلا کلا یه چیز بی ربط بود، نمیدونم روانشناسی چی خونده بود و اپلای کرد. خب ما قشنگ اینو دیدیم، با بچه‌های تیم صحبت کردیم، گفتیم اصلا نمیخوره، 3 ماه کار کرده بعدم یه چیز دیگه خونده، به درد ما نمیخوره. یعنی اگه همین چیزی باشه خب شرکت اینجوری بهش نگاه میکنه که 3 ماه به درد نمیخوره، رد میشه. ولی اگه مثلا 2-3 سال سابقه داشته باشین بعد دیگه اوکیه، اگه میتونین کار کنین پس خوبه. خب بچه متاسفانه وقتمون خیلی کم شد، ویدیو خیلی طولانی شد و من نمیتونم اون سوالای خاص رو جواب بدم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دوستتون دارم. تا بعد.